اینجا افشاسازی سند لانه جاسوسی امریکا هست. در ویدیوی قبلی ترس امریکا از شوروی بود. باور بر این نمیشد، ولی به دست آمدن سند دوم حق با امریکا بود. باید هم میترسید. سلام و خوش آمدید به برنامه انگیزشی و معلوماتی تو میتوانی. در برنامه امروز سند شماره دوم لانه جاسوسی امریکا میپردازیم. این سند که خیلی محرمانه در سال 1968 جولای درباره عملیات اطلاعات شوروی علیه امریکایی ها و تاسیسات امریکایی در خارج تجزیه و تحلیل از آیین و عرف شوروی هست می باشد. در این سند عملیات شوروی را تحت تحلیل و تجزیه نظر به دست آمدن کتاب دستی سازمان کاجبی و جیاری توسط سازمان CIA قرار گرفته است. سازمان CIA امریکا عملیات شوروی را به 4 دسته تحلیل و تجزیه کرده است. تحلیل اول بر این بود که ماهیت برنامه عملیاتی شوروی چی است. در این سند نشان می‌دهد که شوروی امریکا را در کتاب به دست آمده CIA دشمن اصلی می‌داند و امریکا کاجبی و جیاریو تهدید مهمی می‌داند و مدعی است که کاجبی و جیاریو برنامه منظم برای سربازگیری امریکا دارند، خصوصا افرادی که امکانات بالقوه دارند. تحلیل دوم سازمان CIA بر این هست که شوروی سازمان ترکیبی دارد که عبارت از سازمان کاجبی و جیاریو که کاجبی در خارج فعالیت دارد، ولی چیز دیگر هم به نظر می رسید که جیاریو که عملا در عملیات دست دارد در حقیقت مدیریت اطلاعات وزارت دفاع است. امریکا تحلیل می کند که کاجبی و سازمان جیاریو در سربازگیری رقابت دارند. تحلیل سوم CIA این هست که اهداف شوروی یعنی سازمان کاجبی و جیاریو چی هستند باید تحت پوشش قرار بگیرند. CIA این اهداف را اول 22 دسته تقسیم کردند که عبارتند از پرسنل رمز و مخابرات، پرسنل نظامی، تفنگداران دریایی، منشی‌ها و کارمندان ارشیف، پرسنل دیپلماتیک، امریکایی‌های غیر رسمی، بازرگانان و محصلین، تحقیقات اطلاعات شوروی درباره هدف‌های امریکایی خارج، اتباع شوروی، مامورین اطلاعات سایر کشورهای بلوک کمونیستی، اتباع سایر کشورهای بیگانه، دیپلمات‌های جهان سوم، شهروندان محلی، کارمندان محلی، رسوخ الکترونیکی در تاسیسات، بررسی تاکتیک‌ها به کار بردن عوامل ماده‌ای، تماس مستقیم اجتماعی، تاکتیک‌های متفرقه، انگیزه‌های جنسی و همجنسبازی، سفر به کشورهای بلوک کمونیستی، تابعیت غلابی و تماس و سپس برای همپیمانان و پرسنل خود برای پیشگیری از واقعه هدایاتی کردند که در ویدیوی بعدی خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی، تا دیدار بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.